بینندگان عزیز سلام. امیدوارم در هر کجای هستین خوش باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین، صحت کامل داشته باشین و جیبایش من پول باشد. و کسایی که اولین بار ویدیو از ما رو میگیرن خواهشمندیم که چینل از ما رو سابسکرایب کنه و ویدیوهای از ما رو لایک. سلامت باشین. امروز آقای جعفری صاحب را در کنار خود داریم. آقای جعفری صاحب لطف کن اول خود را معرفی کن بلده بینندای کانال روستای من. خب عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما استاد عزیز و همچنان بینندای عزیز شما در هر گوشه جهان که هسته. آرزو دارم که جور و صحتمند و سر حال باشه و از طریق چینل یوتیوب شما زادگاهشان را و منطقه ارزنده و باشکوهشان را بیننده باشند و با دیدن این مناظر زیبا و طبیعی خوب در هر گوشه از دنیا یاد خاطرات چیزی داشته باشد. من سید امین جعفری هستم، یکی از معلمین لیسه پسرانه پشت چوب. مدت 5-6 سال میشه مصروف خدمت هستم. بارها از این منطقه خوب و با صفای قریه آبروشان آمدیم، بخصوص که در قسمت پروژه عمرانی و بازسازی منطقه بسیار خوب قابل مشاهده است. بسیار خوشبین میشم و امیدوارم که خیرین عزیز در هر نقطه دنیا باشه، همون رقمی که از دل و جان و اولاد و زندگیش مایه میگذارن و میخوان که انسانهای خوب، انسانهای با عزت و با شرف در دامن از طبیعت بزرگ شنه و از زندگی در روستا لذت ببره. بسیار خوشبین هستم که همچون برنامه های عمرانی را روی دست داره و زحمت میکشه و پشتکار برنامه های بازسازی در این منطقه است. سلامت باشین آقای استاد جعفری. آقای استاد جعفری شما اصلا باشنده کدام منطقه این؟ خیلی معذرت که من نگفتم. من اصل جای من از منطقه المیتو هستم. ظاهرا در آب چلجوالی غجور میشیم. با زمینجی در مکتب لیسه پسرانه معلم هستم. پارسال زمستانم در خدمت مردم قریه آبروشان بودم. آره در کورس زمستانی همکار از ما بودیم. همکار شما بودم. آقای جعفری صاحب سلامت باشین. خدمات شما در بخش معارف واقعا ارزنده است. چیزی دیگه که از آقای جعفری میخوایم بشنویم میه که به نظر آقای جعفری این بند و به خصوص بندسازی های دیگه و به ویژگی می بند یعنی چی اهمیت میتونه داشته شد، چی فایده داره؟ در واقعا در بسیار از نقاط جاغوری الحمدلله و خوشبختانه توسط جوانان، توسط استادای عزیز، توسط خیرین گرامی مدت چند سال میشه که برنامه های بسیار خوب را روی دست داره، از جمله در قسمت پولسازی و مهمتر و به ویژه همین ذخیره آبهایی است که اینجا بند میسازه. واقعا یک بندسازی یا در واقع جلوگیری از آبهایی که در بیرون از منطقه سرازیر نشنه خیلی مهم و ارزنده و یک از برنامه های بسیار ارزنده و مهمه، به خاطر از اینکه آب در واقع مایه حیاته. ما اصلا آرزو نمی‌کش که آب را حیات میگفت و آب را حیات میگفت و نشد. حیات رام آب. حیات رام آب. آب را حیات میگفت و حیات رام آب. بله مایه حیات. با واقع اگر این بند کارایش اکمالش نه و بهره برداری برسه و مردم ازش فایده ببره، همین منطقه که زمستان ما بودم واقعا در قحطی آبی آشامیدنی حتی مبتلا بودن. واقعا این یک از برنامه های بسیار مهم و ارزنده است، به خاطر از اینکه بعضی برنامه ها عمری بسیار کم داره. مثلا بعضی دوستا مثلا من یک مکتب رنگ ممکن داره این رنگ در حدود 2 سال 3 سال دوام داشته باشد، اما این رقم برنامه هایی که من بلده مردم زندگی خلق منه، یک جایی که واقعا خشک او را به یک منطقه سرسبز تبدیل نه و بهتر ای را ما بگیم که مدتی انشاءالله مدتی 10 سال بعد 20 سال بعد این منطقه به مازندران دون تبدیل خواهد شد از سرسبزی. و خوشحال هستم که دوستا به همچو ایده ها و مفکوره ها و نظریات میرسه که در واقع
بلده بازسازی منطقه خود سهم میگیره، تلاش منه و این کارهای عمرانی را در واقع روی دست داره. بله آقای جعفری صاحبی فایده زیاد داره. آقای جعفری صاحب زمستان شما در کورس زمستانی بچه های مردم تدریس میکردین و حامی کورس هم لیاقت علی ظفری بود که تمویل میکرد کورس. این کدام خاطره دارین کدام شاگرد چیم ناوقت هم ده باشد به خاطر یا زمستان که داخلا ما رفتیم خانه در خانه نوبت میخوردیم، یعنی مردم شکایت کرده شد از کمبود یا چیزای دیگه؟ والا طبعا خاطرات از این منطقه خیلی زیاد است و ما به شمول لیاقت ظفری و تمام دوستایی که ما زیادتر در بیرون است نمیشناسم. هر کسی که در اینجا هر نوع کمکی که انجام داده واقعا ما به عنوان یک آموزگار کوچیکش تقدیر و تشکر می‌کنم و بسیار دوست دارم که همچین انسان‌های از دل از طبیعت بزرگ شده در عالم مسافرت این مردم محروم را فراموش نمونه. و طبعا ما در اینجا خاطرات خیلی زیاد داریم، از جمله بعضی از شب‌هایی که در این قریه نوبت ما بودن در موقع اودیست هم حتی برای ما بعض شاگردان میگفتن استاد قدر آب مصرف نکن که مو آب کمتر است. آره از مسجد باید آب میبرد نه؟ آره باید از مسجد آب میبرد. باز به مو خاطر باز ما خنده میرسه انشالله بعد از مدت چند سال دیگه این منطقه کلش صاحب آب میشه، کلگیش از نعمت آب برخوردار میشه و الحمدلله کارهای زی برنامه هم خیلی خوب پیش رفته و به قسمت بازسازیش بازم ما از مردم عزیز و از خیرین گرامی که در بیرون از منطقه حضور داره تقاضا می‌کنم که در قسمت همکاری بازی مردم محروم دست نکشه و این کارهای عمرانی خود را موفقانه به پایان برسانه. تشکر آقای جعفری صاحب، سلامت باشین. خواهش می‌کنم. تشکر از شما، تشکر از بیننده های شما.